گفتم ما دفعاتش رفتیم تشویقش کردیم و مثال او از ما یاد کرده که ده ها دفعه دیدیم بیرق بلند کردیم مدال گرفتی. یکی یگان گپو گفته گپ ما گفتیم ما زمی گپو میگذاریم دیگه. انسان از جایز الخطا میکنه. خدا شکر. اینمی دل کلان داری، دل صاف داری، فهمیدی مرد بزرگ هستی دیگه. اینمی از بزرگیت از قلب صافت است که اینمی بزرگی را میکنی. خدا کمت نکنه ما را وطندارای تا قندوزی تا کلگی را خوش ساختی. فقط اینمی یکی دو قدمی واید نجم بگی پر تا جاری دشمنای تا بکفان. فقط یکی دو خیره هر دوتان یک مزرعت خواهی کنی به تفاوق برسه خلاص دیگه. کلگی ما خوش میشیم به خدا قسم است. این موضوع انشالله حل میشه. باش که نمیز یک تا کمن داده گفته قیس چونتا چی؟ بدر چی میکنه؟ قیس هم خیلی بچه مرد است. او میکنه قیس یک دکاندار آدم است بانش دم و غریبی و یایش باشه. چی میکنین؟ قیس آمده قیس که از بسیار بچه مرد، بچه کاکاست، میوان نواز است. یکی از بازوای استاد نجن است. بسیار بچه گل است. به خدا قسم خدمتاش به ما رسیده. حتی خدمت استاد نجن به ما رسیده. از پالون شکر به ما رسیده. از قیس کارتین او رسیده. آدم ناگفته نمانه. آدم های مرد هستند. استاد نجن گفت که در چیز گفت من حمایت میکنم. حتی خود پالون شکر هم مرا گفت در چیز حمایت میکنم. گفت خوش آمدین. لالا محفوظ دیگه. خدا کمت نکنه. بچه این گپای کتا کتا چی میکنی؟ بچه خارشتک گپای کتا کتا چی میکنی؟ چطور شو خارشتکت خلاص شد نشد؟ دوام گرفتی؟ والا خارشتک هم خوب است. خدا را شکر است. فهمیدی لالا محفوظ دیگه. حالی را شکر که خارشتک گرفته وضعش بسیار خراب حالت بد قرار دارد. سر از لالا محفوظ یک گپ نگفتن نمونه. یک گپ نگفتن نمونه. پالوان شکر یک مزرعه خواهی استاد نجنگ کنه دم دل مردم جای میگیره. به خدا قسم است یکی دو بگیرن. به الله قسم است. سایکو یا در قفاق میرسن زمانی که یکی دیگر ببینن بعد وقت چی گفتی اتفاق چی گفت چی انتفاق کنن یکی به دیگه یک جایش هم پالوان شکر. سایکو یا زمانی که صبر کو زمانی که یک جای بشنن یک رسنان نانما بخورن دمو اتفاق بشنن میرسن دکتر دیگه جای تشویش نیست. مشکل حل میشه گپی نیست نجاتی جانم است. موضوع ما فرق موضوع دیگه جای است. این چیز است یارا بیادر همین مسئله موتر ای گپا بود. دکترم خودت هم گفته بودی کدام چیز کمک میکنی بچه خودت عادی بیادر نیستی عادی خونده لالا محفوظ از واسه تمامم برسه به خدا قسم است میکنم. من خودم تازه اومدم دارمان نامم که پنسل نمشته نشده. من واسه برسه به خدا قسم است دریغ نمیکنم. برو یک دونه شعر بگو به پالوان یک شعر بگو که جگرش خون است زیاد. خیلی یک شعر بگم پالوان شکر برد. نگه زیر بال و بیگانگان زندگی کردن سخت است. زاده قندوز جان هستم یک سر داسمان دارم سفتش کرد در پالوان شکر. جانم است. قلبان یک تشکری کنیم از این. واه یک تا عشقت هم بگو سیل دار عشقت. عشق من برش میگه آب در کوزه منتشر لبان میگردیم. آب در کوزه منتشر لبان میگردیم. آنیا در منشن نجاتی گرد اشتیدگارد میگرده. شاعر از کی بود دو بچه؟ شاعری شعر کی بود؟ همین شاعرش لالا محفوظ بود پدر منوی. خدا کنم یاد اتقاف برسن دکتر. این گپت بسیار خوب گپ است یاد اتقاف برسن. بله پالوان شکر کدام استاد نجند اتفاق برسین بسیار خوب میشه. بسیار واید نجنگ کی است فهمیدی قلب ماست بسیار دوستش دارم دیگه. اونم آدم کدش در تفاق برس یک مزرعت خواهی که یکی دو بگی به خدا قسم است دم قلب بسته افغانا جای میگیری. به الله قسم است. پالوان شکری را بگم برات. ما میرا گارانتی میگم دکتر. ما میرا گارانتی میگم که بلوس یخن تا چیر کن. ما میجا گارانتی میگم پالوان مزرعت خواهی میکنه. ما میگم همیشه برو خیلی تصویر کلان کو. تصویر کلان کو پالوان. تصویر کلان کو پالوان خیر است. برو پالوان دقیقه دروغ یک دروغ دیگه هم تصویر کلان کو.
تصویر ما کلان کو. تصویر چه کلان یاد کو ندارم. سرقه موترها یک موتر دگام پالوان سرقه موترها یک موتر دگام صفحه کلان کو. اینمی یه هن پاره کردن ما نما شکر که استاد نجان معذرت خواهی میکنم به خاطر اتفاق برو به خاطر اتفاق برو نمیشه نجاتی. برو دیگه خاله برو نجاتی چیر نکن موضوع حل نمیشه. نه ما حل میکنم زورش نمیکشه برو ما حل میکنم زورش نکشید. اگر زورت نکشید باز دیگه خودت مسئلت خواهی میکنی از کل ملت. برو گپ نیست نه خدا میشه برو زورت نمیکشه. برو صفحه ما بگو فالو بگیرن چیر میکنم. فالو کنین نجاتی را. برو فالو کن چیر کو نمیکشه زورش نمیکشه پالوانه جای نیست نمیکشه نمیکشه زورش نمیکشه من میفهمی. برای مرا فالو بگیره چرا نمیکشه زورش قصهش مفته نمیکشه برو قصهش مفته یکی از شاگردای استاد نجان است. بسم الله الرحمن الرحیم. اون بلوز زرنگه هم بکن او پشمکار هم بکن چی هست او بلوز زرنگه هم بکن وارم بکن. ما یکی از شاگردای استاد نجان هستیم شیشه خور هستیم حامد دل جگر قماندان فضلو رو میخریم. خرابی که پالون پس که خرابی که یک نام گفت یارا دکتر نه دیگه ما صد خواهی نشد گپ دزدی دکتر نه یک نام بعد گفتی پالون شکر اینه خب من یک خانم پاره کردم دیگه نه حالا نتام پاره کنی فایده نداره توهین کردی با پالون نه وطن داره اینمی محفوظ گفت پالون شکر نه تو توهین کردی گپ دزدی دکتر گپ دزدی پیشتر یک نام گفتی مسئلت خواهی که از اون نام خب اینه میگه که دیگه خانم چیره کنم به خاطر استاد نجان یک خانم نواسته نه گپ دزدی و گپ چرا زدی خب من گفتم یکی از استاد یکی از شاگردای استاد نه گپ دیگه چرا زدی نام از رو گرفتی اون نام خب من مانده بودم سر پالوان کو ما از وین مسرت خواهی کرده بودم تو چرا اون نام یاد آوری کردی پالوان فضلو خب با محبت میگم پالوان فضلو پالوان کی خرابی کرده روان از با قرآن نه بچه تایت است بچه آرام است دل بچه نکو دکتر خود سعی کو دکتر اول سعی کو به خاطر از اینکه تو پالوان فضلو گفتی و پالوان هم چی نگفته بود من پایین میرم شما در قفاق برسه خب من پس با میام شما جرمت خداحافظ محفوظ بلایی است که نجاتی بیادر خوش شدم بسیار زیاد همچنان خدا کمت نکنه دیگه خداوند میگم امی پالون شکر به خدا قسم است نه تیک تاک ما خواسته باشه تیک تاک خودم در خدمت تیک تاک آنیا در خدمت مشهوریت هر چیز خواستی ما در خدمت اما کتم استاد نجان در تفاوق برس یک مدرت هایی که موضوع وعده میکنم موضوع حل میشه موضوع متوجه هم حل شده ما بالله قسم از پالون شکر ما در نقصد نیستم ما یک قندزی هستم بالله قسم از کسی بیناموس باشه اگر در نقصد باشه تا یکی دو بگه که تو استاد نجان بون اگر دم قلب مردم جای نگرفتی در روی مطف خود پرتا من گفتم ما امرای نجان مشکل ما حل است من امرایش مشکل ندارم موضوع حل است انشاءالله گپی نیست جانم هستی خدا کمت نکنه خداوند عزت نصیبت کنه فهمیدی اما تو نفر پدر کده هستی سرخانه پدر مادر شیشتگی سی دیگه امی مثلا تربیه پدر مادر دیگه خودت دو سرخان کده هستی مهمان نواز هستی خیره دیگه خودت میفهمی دیگه دایس افتخار ماسی مدالاور ماسی ورزشکارای ما رو کمک میکنی غریبایی که در قندوز بود در ماه مبارک رمضان کمک کردی دیگه مردی و کاکگیت از یاد ما نمیره نمه که یک مردی که استاد نجان به تفاوق برست دیگه انشالله بخیر موضوع حل میشه جانم هستی نجاتی خوش آمدی بازم از که گپای مثبت زدی دیگه بخیر باشی جانم هستی خدا کمت نکنه دیگه اینمی سربلندی تا میخوایم خداوند عزت نصیبت کنه که خوشی های دنیا رو خداوند نصیبت کنه فهمید پالو شکر که مرا تشکر که بالا آوردی دیگه امر خدمت باشه من در خدمت من هیچ وقت در نقصت نیستم حق میگم حق نام خداوند هستم من هیچ وقت قندزی ماسی در نقصت نیستم قربانت دیگه یک شبک خوش برات میخوایم جانم هستی همچنان خداحافظ شبک خوش خداحافظ قربانت ایمال بیادر خوش آمدی